کمیته علوی فوق‌العاده تاجیکستان با استناد به معلومات خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های جمهوری خبر داد که شب 17 سپتامبر سال 2023 ساعت 21 و 23 دقیقه در قلمرو تاجیکستان باز یک زمین لرزه رخ داده است. مرکز زمین لرزه در 334 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه و 58 کیلومتری غرب خوروغ جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش 4 بال و در شهر خوروغ 3 بال را تشکیل داد. این آفت یگان آسیب یا خرابی به بار نآورده است، خبر داد کمیته علوی فوق‌العاده. در همین حال مرکزهای بین المللی خبر دادند که مرکز زمین لرزه که شب 17 سپتامبر ساعت 21 و 23 دقیقه به وقت محلی در قلمرو تاجیکستان در عمق 37 کیلومتر رخ داد. در 56 کیلومتری جنوب و شرق قرقینجا منطقه در حدود نوع لخش رخ داده. اقتدار این آفت طبیعی در مرکزش طبق جدول ریختر 4.6 بال را تشکیل داده است. این پایگاه قبلا خبر داد که صبح 17 سپتامبر ساعت 05:04 دقیقه به وقت محلی در 36 کیلومتری همین موضع قرقینجا در عمق همگی 10 کیلومتر یک زمین لرزه دیگر با اقتدار 4.3 بال رخ داده بود. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.